دوستان سلام، خسته نباشین. اینم اکسل انفجار چند دست واسهتون میرم تا اطمینان کامل داشته باشین. اینم محیطش. این دست 16.55 MD5 شو میزنیم توی اکسل. دست بعدی MD5 شو میزنیم، ضریبش هم 1.16. MD5 جدید رو میزنیم. خب این دست سبزه که سبزم شد. دوستان ببینید این اکسل یه جوری برنامه‌ریزی شده که خطاش از 10 تا یه دونه هست. یعنی از 10 تا ممکنه یه دونه خطا بده، خیلی درصد کمی خطا میده. البته ممکنه از همون 10 تا هم 10 تاش درست بگیره، شاید یکیشو خطا بده، اما دیگه حالا زمین همونجور داره میره بالا. ببینیم کجا بسته میشه. 17.97 توی انفجار اکسل میزنیم. MD5 جدید. خب این دست سبزه، این دست سبز میشه ضریب. این دست ضریب سبز. ببینیم تا کجا میره، زیاد بالا بره نره. 2.38 میزنیم. این دست ضریب قرمزه، این دست ضریب قرمزه و باید زیر 2 بسته بشه یا نهایت زیر 1.8. زیر 1.8 1.64 اینجا هم این دست هم باید قرمز بشه. این دست هم باید قرمز بشه ضریب. ببینیم تا کجا میره. اوکی 1.72 MD5 جدید. سبز این دست سبز و باید بت کنیم. ببینیم ضریب سبز میشه یا نه. ببینیم ضریب سبز میشه یا نه. احتمال بالا سبز میشه. اوکی سبز شد. ممنونم از شما که این کلیپ رو تماشا کردی. اکسل.انفجار. ممنون، مرسی و خدا نگهدار.